سربازی رفتی؟ نه من معاف شدم. چرا؟ تک پدری. مگه بقیه چند تا پدر دارن؟ بزنم شما تیوب میشی من میرم رو کش غرق نشم. هی باسا برو اون ور. یه وقت نیشم میره تو رونه. وحشی یعنی چه عزیزم؟ یعنی حمله کننده تو یه هنرمندی. مرسی شما بعیده خیلی خیلی هنرش خوب است. من تو راضی بقا دیدم. نمیشه اینقدر عکس و فیلم میگیرن که اصلا آبرومون میره. میخوای چی کار کنی مگه؟ شما چند فرزند دارین؟ من 4 تا. خدا حفظش. ماشاءالله. خب اون موقع چون معلم بودم نصف خونه بیکار. خب این بچه‌ها راه زیاد شدن. ولی موقع که میخوان کباب کنید بهش نمک نباید بزنید. چرا نمیدونید؟ چون مرغ زیر بالش عرق میکنه دا شعورش همیشه. چیه قربونت مرجونه برای افزایش قد الان 10-15 ساله دارم میخورم. رو قدتون که به هر حال قطعا کار نکردیم تو این چند سال. نه خوابشونه.